دوستان پیش از ویدیو را آغاز کردم با کانال دلجو تیوی در آمده ابونه میشویم. پس ویدیوهای نوبتی را انتظار میشویم. سیلکا در زیر ویدیو. نباشد ما ویدیوی خود را سر میکنیم. سلام دوستان، شما قرار دارید در کانال هکر پک و با شما هستم من دلجوی خطلان. ویدیوی امروزه ما در باره واستنوید کردن صورت‌های удалит شده از تلفن. برای این باید ما چیکار کنیم؟ سر اول با پلی مارکت وارد میشویم و در پویسک پلی مارکت می نویسیم واستنавление удаление фотография و انا همین پروگرام چنانه که در روی اکران میبینید انا همین پروگرام پیدا می شود. اسکچاد میکنیم و ایرا открыть میکنیم. خب разрешить. چنانه ببینید برادرها در اینجا ما انتخاب میکنیم روسکی. خب بعداً следующий باز начать و در اینجا زیر میکنیم сканировать фотографии. خب باز показать удаление картинки. یا بار زیر میکنیم. چنانه میبینید برادرها صورتهایی که удалит شدگیان دوباره میوه و هم میتوانیم که واستنوید کنیم. خب چنانه که میبینید галочкаш میمونیم و از پایان هست واستنوید. یک بار زیر میکنیم الکی صورت و طور اتوماتیک واستنوید میشود.